همینجوری که به شما داشتم میگفتم و هندونه که به شما بگم، از هندونه صادراتی داریم تا هندونه بازاری. هندونه صادراتی که از 4 کیلو به بالا میشه تا 12 کیلو، یعنی خیلی بالا هم نباید بزنیم. و هندونه بازاری داریم از 1 کیلو تا 22 کیلو، یعنی بازار هر نوع هندونه میبره. و که من به شما عرض کنم، هندونه هم که داریم هر کش آوردیم که باشد باید یک چیز در نظر بگیره. اول آب و دوم بار هندونش، بار بذرش. یعنی بار بذرش خیلی زیاد باشه، هر دونه بوتی یعنی بالای 10 تا بزنه، یعنی نمیشه، زورش نمیشه بزرگ کنم رو. باید بارش رو کم کنید تا 4 تا 3 تا کنید. یعنی ما الان چیدیم بارش زیاد بوده، خداش خیلی بار هندونمون زیاد بوده، چیدیم کمش کردیم تا هندونمون رشد کنه و درشت کنه، اینا به درد کسی نمیخوره.